4 سازمان حقوقی غربی و عربی خواستار جلوگیری از مشارکت رژیم صهیونیستی در مسابقات المپیک تابستانی پاریس شدند که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود. نمایندگانی از سازمان حقوقدانان دموکراتیک بین‌المللی، اتحادیه حقوقدانان عرب، شورای حقوق بین‌الملل و اتحادیه حقوقدانان لبنانی در نشست در بیروت مشارکت رژیم صهیونیستی در مسابقات المپیک را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بشر دانستند. این نشست قانونی و حقوقی از مسئولان کمیته المپیک می‌خواهد از مشارکت اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی در مسابقات المپیک پاریس جلوگیری کند. ما یک پرونده کامل از دست کم 25 صهیونیست تهیه کرده ایم که در نسل‌کشی فلسطینیان نقش داشتند و قرار است به عنوان ورزشگاه در این مسابقات شرکت کنند. نمایندگان این نهادهای حقوقی از کشورهای بلژیک، فرانسه، یونان، ایتالیا، سوئیس، مصر، عراق و لبنان مسئولیت جلوگیری از حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات المپیک پاریس را متوجه کمیته المپیک و دولت فرانسه دانستند. چهره واقعی رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم نژادپرست و جنایتکار بیش از هر زمانی با کشتار مردم غزه آشکار شد و این رژیم در هیچ یک از محافل بین المللی از جمله المپیک پاریس دیگر نباید جایی داشته باشد. شرکت کنندگان در این نشست به سیاست دوگانه غرب اعتراض کردند که مانع از مشارکت روسیه در مسابقات المپیک قبلی شد و خواهان مشارکت رژیم صهیونیستی در المپیک پاریس است. الصمود المذهل یعنی فعلا پایداری اسطوره ملت فلسطین جهان را به دو جبهه مدافع انسانیت و آرمان فلسطین و حامیان رژیم جنایتکار صهیونیستی تقسیم کرد. بیشتر دولت‌های غربی و رژیم‌های عربی همچنان در کنار این رژیم قرار دارند، اما ملت‌های جهان بیش از گذشته از حقوق ملت فلسطین حمایت می‌کنند. این نشست همچنین خواستار اقدام نهادهای حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهانی برای منع حضور رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی در تمام محافل بین‌المللی شد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.